امروز اومدم با همش نصب مود فلاش بک. مود فلاش بک چیه؟ مود فلاش بک اینه. پس بریم سراغش. قبل از نصب این مود یه توضیح ریزی بدم. این مودو یکی از دوستان ازم پرسیده بود. منم که عاشق کسایی هستم که کامنت میذارن زود جوابشو دادم و گفتم آموزشش رو توی کانال میذارم. این مود از ریپلی مود 100 هیچ بهتره و میتونی ویدیویی که ضبط کردی و ادیت هم کنی و روی نسخه فابریک واقعا جوابه. من خودم توی نسخه های فابریک فقط استفاده کردم، نمیدونم توی فورج خوب جواب میده یا نه، ولی واقعا توی نسخه فابریک خیلی جوابه. من اگه جای شما بودم تو نسخه های فابریک استفاده میکردم، چون طرفی که این مودو ساخته بیشتر تمرکزش رو گذاشته روی قسمت فابریک. اینگه خوز اول بسه، پس بریم سراغش. اولین کاری که میکنید یه مرورگر استفاده میکنید. فرق نمیکنه گوگل، اپراست، فایرفاکس، هر چی باشه یه مرورگر باشه. توی قسمت سرچ میزنید ماینکرافت فلاش بک مود و نسخه و ورژنی که میخواید اینجا بنویسید. من برای فابریک میخوام 1.21.11. اوهو سالاجم گل خورد. بله من دارم کنار ضبط ویدیو فوتبالم نگاه میکنم، چون من طرفدار سنگین فوتبال. از سایت اینم مود فلاش بک. اومدیم سایت مودریف، قسمت ورژن رو میزنی. خب اینم ورژن های این مود آخرین نسخه هم داره و اکثرا واسه فابریک میسازن. نمیدونم تو برای فورج هست یا نه. بگیم اونایی که فورج میخوان استفاده کنن برن یه امتحانی بکنن، بنویسن به جای فابریک بنویسید فورج. خب من 1.21.11 خواسته بودم، من دانلود کردم از پیش. شما وقتی این مود رو دانلود میکنین میری قسمت فایل های ذخیره. وقتی رفت فایل های ذخیره شما فقط تیلانچری که توی صفحه یا صفحه دسکتاپ کامپیوترتون داری یک کلیک راست میزنی و اوپن فایل لوکیشن رو میزنی. میای قسمت ورژنی که ساختین، میای مپی که ساختین، اینو زیاد دقت نکنید ویدیوش آینده میاد. میایید قسمتی که ساختین، مپی که ساختین و قسمت مود رو انتخاب میکنید. اینجا همه موداست. اینجا همه مودایی که توی مپتون یا ورژنتون دارین رو میبینی و اون فایلی که دانلود کردین رو مستقیم کات میکنین میندازین اینجا. کات میکنین میندازین فلاش بک. به همین راحتی مود شما هم حل شد. خودش اتوماتیک میاره کنار منو. بعد اگه روش بزنید تمام ویدیوهایی که ضبط کردین رو با فلاش بک اینجا برای شما میاره. چجوری میتونیم ضبط کنیم؟ میم توی مپی که ساختیم اینجا یه قسمت داره مثلث، یه مثلث شکلیه، دوربینش یه دوربین مثلث شکلیه. روش کلیک میکنید الان فلاش بک شروع شده و وقتی شما داره حرکت رو میزنین اون داره ویدیو شما رو ضبط میکنه. از این قسمت میتونید ویدیو رو ضبط کنین. این قسمت میتونید ویدیو استاپ کنید، ویدیو رو میتونید از اینجا هم کنسل کنید. الان نمیخوامش. بله این بود از مود فلاش بک. الان شما میپرسین آقا چرا تو آموزش نداری چطوری از این مود استفاده کنیم، مثلا چطوری دوربینا رو مثل تو جابجا کنیم؟ داداش مگه شرط ارته؟ یه 20 تا لایک کن این ویدیو رو، من چشم پارت 2 هم میذارم. پر گلمه پر. اگه این ویدیو 20 تا لایک بخوره من 100% آموزش کامل فلاش بک هم میذارم. پس سعی کنیم این ویدیو رو به 20 تا لایک برسونید. امیدوارم که از این ویدیو خوش باشه، برای شما مفید باشه. پس تا ویدیو بعدی بدرود.